گرونترین نودل ایران اینجاست. بریم ببینیم چه مزه‌ای داره. این محصول با طعم گوشت گاوه که فکر میکنم تند باشه. مرسی از فروشگاه مستر تهلنجی که این محصول خاص رو برام فرستاد که من تستش کنم و ببینم چه مزه‌ای داره. بازش میکنیم. این ظاهر کار. حالا بعدی چه بو گوشتی میده. همش گوشته. اینم از بعدیش. چی شد؟ چون این شکلیه. فکر کنم اینم سسش باشه. چه بویی داره. واه چه بویی داره. یه دونه قاشقه، یه دونه دستماله و چاپستیکا. نیازی به آب جوش نداره ولی من دوست ندارم خام بخورم. چجوری قراره آبمون رو جوش بیاره؟ میندازیمش توی باکسش. قرار اتفاقی بیفته. اوه باد کرده. آقا قاطی کرد جوش آورد. داغ بود. اینجوری که گفتن درشو میذاریم 15 دقیقه میذاریم تو همین حال خودش باشه. خیلی برام عجیبه. غذای کامل شده. بعد 15 دقیقه نودلمون آماده شد. مزه گوشته. خیلی چربه. نودلش هم کاملا پخته. فکر کنم این سیب زمینی بود. کامل نپخته. ببین تندیش به اندازه است. نودلاش کاملا پخته شده. یه غذای کامله. واقعا یه تجربه باحال و خوشمزه بود. من واقعا دوستش داشتم. نظرتونم برام کامنت کنید. ارزش داره؟ ارزش نداره؟